سلام، من اسکر نگهداری هستم. نفر اول مسابقه اعجوبه های سال 94 سایت آپارات در بخش بازیگری. من یه روستایی هستم، گرچه فارغ التحصیل سینما هستم، اما متاسفانه هیچ شرایطی نداشتم تا بتونم استعدادی رو که تو درونم بود شکوفا کنم. بسیار سپاسگزارم از سایت آپارات این فرصت رو فراهم کرد برای من و امثال من، کسایی تو بخش‌های دیگه، بازیگری، خوانندگی، استعدادهای عجیب، ورزشی و سایر رشته‌ها. این یه اتفاق خیلی بزرگ تو کشور ماست. من واقعا از دستاندرکاران سایت آپارات تشکر میکنم، از جناب آقای تبریزی و دوستان عزیز هنرمندی که این فرصت رو فراهم کردن تا امثال من که استعدادی رو خداوند در درونشون گذاشته الان بتونن مقابل شما وایسن و با افتخار بگن رؤیای من داره به حقیقت میپیونده. از همتون متشکرم. سلام عرض میکنم، علی جانپرستی هستم، نفر دوم مسابقه اعجوبه های 94 در سایت آپارات در بخش بازیگری. راستش من این مسابقه رو از سال 93 میشناختمش، ولی خب فرصتش پیش نیامد که شرکت کنم. بعد دیگه امسال به لطف خدا شرکت کردم و برنده هم شدم. دیگه حالا بعضی هم شاید فکر کنن که من بخوام آینده بازیگر بشم، علاقه دارم، ولی کلا مامانم شدیداً مخالفه، ولی خب خودم دوست دارم. و در آخرم میخوام تشکر کنم اول از پدر و مادر عزیزم که باعث شدن من تو مسابقه شرکت کنم و زحمت آوردن منم به اینجا کشیدن. در آخرم از سایت آپارات به خاطر این مسابقه خوبشون و آقای کمال تبریزی که منو قابل دونستن و انتخاب شدم به عنوان نفر دوم. سلام، من بهناز فاطمی هستم، نفر سوم مسابقه اعجوبه های سال 94 آپارات در قسمت بازیگری که به داوری آقای کمال تبریزی برگزار میشه. خیلی خوشحالم که یک سایتی میاد، سایت آپارات میاد استعدادها رو اینجوری شکوفا میکنه، کسایی که حتی شاید باور این رو نداشته باشن که بتونن یک قسمت کوچیکی از استعداد خودشون رو شکوفا بکنن، توی مسابقه آپارات میان و اونجا استعدادهاشون شکوفا میشه. متشکرم از مدیریت سایت آپارات که مسابقه اعجوبه ها رو واسه ما برگزار میکنه. امیدوارم استعدادهات رو جدی بگیری، نگی بابا من که استعدادی ندارم، من هیچ استعدادی رو نمیتونم نشون بدم. تو هم میتونی یک اعجوبه باشی. اعجوبه های سایت آپارات. سلام، افشین منیرفی هستم، برگزیده مردمی سایت آپارات اعجوبه های 94 استعداد بازیگری. خیلی خوشحالم برنده شدم و مردمم تشکر میکنم که به من رأی دادن. تو این فیلم خیلی من کمک کردن، از بهترین رفیقم علیرضا روحانی هم تشکر میکنم که به من کمک کردن توی ساخت این فیلم. مرسی.